ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنونده های عزیز، با توجه شما خوانش بدیعی از روی داستان‌های گرشاسب‌نامه اسدی طوسی در قرائت هنرپیشه شاهمراد ایوبوف. اسدی طوسی و ایجادیات او. گفتار یکم. اسدی طوسی یکی از سیماهای به نظر نمایان نظم عصر 11 به شمار می رود. او در تاریخ ادبیات فارس تاجیک با داستان قهرمانی گرشاسب‌نامه، یکی از اولین فرهنگ‌های تفسیری لغت فارس که همچون سرچشمه ادبی نیز خدمت می‌کند و مناظرات بلند مضمونش مقام و منزلتی خاصه دارد. اسدی طوسی از سخنوران شناخته قرن 11 باشد هم سرچشمه‌های ادبی و تاریخی که از شرح احوال و آثار و معلومات می‌دهند اساساً به بعد از عصر 15 تعلق داشته، شاید با مرور زمان و گذشتن وقت منبع‌های اوله از بین رفته باشند. بنابراین سیمای شخصی و فعالیت ایجادی شاعر مانند اکثر ادیبان و خادمان برجسته علم و فرهنگ و فارس تاجیک مدتی مدید در صحیفه مأخذهای ادبی و تاریخی نامعلوم و خیره عکس یافتند. در میراث ادبی خود شاعر نیز از صفحه‌های زندگی او معلوماتی ناچیزی را دچار می‌آییم. نام و تخلص پررأی شاعر در سرچشمه‌های با اعتماد طوری ذیل است: ابو منصور علی ابن احمد اسدی طوسی. راجع به تخلص شاعریش حاجت بحث هم نیست، زیرا در باب خاتموی داستان گرشاسب‌نامه میگوید: بدین نامه گر نام ماید رای، بدالی اسد حرفی 10 برفزای. به کلمه اسد حرفی یای عربی را که از روی حساب ابجد 10 است علاوه می نماییم. نتیجه آن اسدی می براید و تذکره‌نگاران هم او را بدین طریقه یاد کردند. در بعضی موردها مستشرقین او را با عنوانهای فخری حکیم اسدی و اسدالحکما آوردند که اینها درک از فضل و دانش شاعر می دهند. دایر به زادگاه شاعر که شهرچه طوس است شک و گمان وجود داشته نمی تواند، زیرا علاوه بر گفته تذکره‌نگاران او طوسی بوده خود را در آغاز گرشاسب‌نامه خیلی واضح بیان نموده است. سال تولد شاعر چندان دقیق نبوده، در سرچشمه‌های اولین درجه از این باب معلومات موجود نیست. از روی اشاره‌های خود شاعر و تصدیق بیشتری خاورشناسان گمان می رود که اسدی طوسی در بین سالهای 1005 و 1010 به دنیا آمده دوران بچگی و آوان جوانی را در شهر طوس گذرانیده است. او معلومات ابتدایی را در زادگاه گرفته در همانجا با تلقین پدرش احمد که از علمهای زمانه بهره‌یاب بود با آموختن علم و ادب اشتغال می‌ورزد. از مطالعه آثار باقی مانده اسدی پیداست که وی دارای ذهنی رسا بوده با ادبیات قدیم فارسی زبانان، صرف و نحو زبانهای دری و عربی، ادبیات عرب، علمهای دینی، علمهای اخلاق، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، نجوم، ریاضی، حساب، عروض و غیره شناسایی کامل داشته است. در این باره بیشتر از سرچشمه‌های ایجادیات خود شاعر روشن شهادت می‌دهند. شاعر از نگاه اندیشه و عقیده از جانبداران عقاید شوبیه یعنی نوپرستی به حساب می رود.
این معنی در مناظره های اسدی خاصه مناظره عرب و عجم خیلی برجسته و تأثیر بخش ifade یافته است. برابر فضیلت های بالا او هنری خوشنویسی داشته، خطاط خوبی بوده است که کتاب ابو منصور موفق ابن علی هروی کتاب الانبیاء عن حقایق الادویه سالی کتابت 447 هجری یعنی 1055 1056 میلادی این فکر را تصدیق می کند. کتاب نام برده تا زمان جنگ دوم جهانی در وین نگاهدار شده، در آخر آن کتاب اسمش را علی ابن احمد الاسدی الطوسی الشاعر قید کرده است. درباره چی طور گذشتن دوره جوانی اسدی طوسی صاحب زن و فرزند بودن یا نبودن او سندی زیر دست نداریم. تنها در مناظره نیزه و کمان که ادیب آن را در آخرهای عمر نوشته است به حاکم شهر آنی در ارمنستان امروزه است بخشیده است که بیت دوچار می آید که از متحد بودن او درک می دهد. خسروا از خدمتت بنده نیامد سیر، لیک دیر شد تا دورم از مأوا و یاری غمگسار. اسدی طوسی از جوانی به شعر گفتن آغاز نموده شاعر نوجو و نوگو بوده است. بعدتر خواهیم دید که او در ادبیات چی تازه کاری های کرده است. شاعر از جوانی به شعر و شاعری پرداخته باشد هم ما او را وقتی در جوش ایجادی میبینیم که وطنش را ترک گفته بود. مهاجرت شاعر از زادگاهش وابسته به زمان و وقت سببها داشت. باید در نظر داشت که زمانی زندگی اسدی از دوره‌های پرماجرای تاریخی ماوراءالنهر و خراسان به شمار می رود. جنگ‌های خانمانسوز محمود غزنوی که تا سال 1030 سلطنت داشت مملکت را خراب و مردم را خانه بردوش کرده بود. در بین سالهای 1002 1026 محمود غزنوی تنها به هندوستان زیاده از 15 مراتبه لشکر کشیده دارایی‌های آن سرزمین را به غارت برده است. اسدی در دوره سوست گردیدن و پراکنده شدن دولت غزنویان و روی کار آمدن دولت سلجوقیان سالهای 1040 1078 زندگی و ایجاد نموده است. از این رو مسئله های مهاجرت شاعر به شهرهای قفقاز چون نمایندگان دیگر علم و ادبی آن دوره خراسان و ماوراءالنهر تا اندازه به وضعیت سیاسی و اقتصادی زمان حکمرانی غزنوی های و بدتر سلجوقی ها علاقمند است. از یک طرف دولت غزنویان رو به تنزل نهاده، حاکمان آن به حیات مدنی و ادبی اهمیت نمیدادند. از طرف دیگر سلجوقیان نو حاکمیت را صاحب شده سررشته آمال مملکت را به دست نگرفته بودند و شعر و شاعر را به طور شایسته قدر کرده نمی توانستند. به همین معنی اسدی طوسی می گوید مرا جز سخن ساختن کار نیست. سخن هست لیکن خریدار نیست. شاعر از زادگاهش توشه سفر بسته موافق شهادت ادبیات شناس معروف هند شیبلی نومانی اولین به عراق رفته چند در آنجا عمر به سر میبرد. این سفر شاعر باید بین سالهای 1025 و یا 1029 صورت گرفته باشد. مسافرت اسدی طوسی به جانب قفقاز ادامه می‌یابد. او از شهر و نواحی‌های زیاد گذشته نهایت به نخجوان در جمهوری آذربایجان آمد که آنجا ابودلف دیرانی حکومت میراند. باید گفت که برابری در ماوراءالنهر و خراسان رو به تنزل نهادن حیات ادبی و فرهنگی در یک مدت کوتاه در قفقاز مرکزهای ادبی و مدنی رو به ترقی می نهند و در یک وقت در این خاک زبانی پرآوازه دری، زبانی دولتی به حساب رفته، شعر و ادب با این زبان رونق می یافت. رونق حیات مدنی قفقاز روز به روز بالا می رفت و حاکمان این منطقه برای شهرت پیدا نمودن محتاج ادیبان ورزیده بودند و آن را به خوشی استقبال می کردند.
تاریخ گواه است که قفقاز از این صحنه به بعد در سینه خود چندین شاعر و عالم فارسی گوی از قبیل قطران، نظامی گنجوی، حاقانی شیروانی، نظام الدین ابوالاعلی گنجوی و غیره را پرورده و به کمال رسانیده است. شاعر در نخجوان داستان خود گرشاسنامه تاریخ ایجاد سالهای 1064 1065 را نوشته به ابودلف دیرانی می باشد. از مطالعه گرشاسنامه پیداست که شاعر را در درگاه ابودلف با خوشی پیشواز گرفته و آنجا صاحب مرتبه بلند هم شده بوده است. شاعر می گوید که همواره من بنده را شاد داشت، سرم را زی هم پیشگان برفراشت. بعد انجامی حماسه گرشاسنامه چند مدت دیگر در نخجوان اقامت نمودن شاعر معلوم نیست. او در این شهر چند آسوده زندگی کرده باشد هم روحاً آرام و آسوده نبود. دیر نگذشته نخجوان را ترک میگوید و به شهر آنی می رود. و در این وقت پیر موی سفید شده بود. یادی یار و دیار خاطرش را آسوده نمی گذاشت. نهایت مسافرت طولانی طاقت اسدی را طاق می کند و وی در مناظره نیزه و کمان که اولهای سال 1072 ایجاد شده است از حاکم شهر آنی شجاع الدوله منوچهر ابن شاور شدادی خواهش می کند که او را برای بجای استقامت دائمیش برگشتن اجازت دهد. خسروا از خدمتت بنده نیامد سیر، لیک دیر شد تا دورم از معوا و یاری غمگسار. لاله بودم روی و قار این موی، لیکن گشت چرخ زیر خیری لالم بنهفته زیر برف قار. ادبیات شناس ایرانی حبیب یغمایی به همین معنی می نویسد. در این هنگام پیر سفید موی و دیژم چهره بوده و از ممدوح سیلت و اجازت بازگشت را چشم داشت. حیات اسدی طوسی بعد نوشتن مناظره مزبور از صفحه مأخذها بیرون مانده است و از فراز و نشیب‌های زندگانی من بعد او آگاهی نداریم. از خصوصی به زادگاه برگشتن و یا برنگشتنش نیز در یگان سرچشمه معلوماتی نیست. در کجا فوت کردن شاعر نیز از ورق تاریخ افتاده است. تنها رضا قلی خان هدایت که در مجمع الفصحا سال 465 هجری آخر سال 1072 یا اول سال 1073 میلادی وفات کردن شاعر را ذکر نموده است. بعدی از شجاع الدوله منوچهر ابن شاور اجازت بازگشت پرسیدند و سوالهای نتیجه آن چی شد؟ به کجا رفت؟ کی فوتید؟ خبرش در کجاست؟ شاید جواب گفتند من بعد هم امکان ناپذیر باشد. گویا از آنی و تبریز آمده در آنجا فوتیده است و حالا مرقدش در آنجاست. اسدی طوسی در شاعری و عالمی دستی توانا داشته از خود آثار گرانبهای ادبی و علمی به یادگار گذاشته است. مؤلفان مأخذهای ادبی 5 قصیده مناظره، مناظره عرب و عجم، مناظره آسمان و زمین، مناظره روز و شب، مناظره گبر و مسلم و مناظره نیزه و کمان، داستان قهرمانی گرشاسنامه، فرهنگ تفسیری لغت فارس و بعض پارچه های شعری پراکنده را به او نسبت دادند که خوشبختانه همه آنها تا امروز دسترسی ما قرار دارند. از مناظره ها 3 تای اولین در نوشته های سرچشمه های محققان ادبیات کلاسیک فارسی تاجیک بدون تغییر دوچار می آیند. مناظره 4 به شکل مناظره مسلمان و مغ، مناظره مغ و مسلم و مناظره 5 به شکل مناظره تیر و کمان و مناظره قوس و روم نیز ثبت یافتند. این چیز چندان مهم نباشد هم ذکرش کسانی ناآگاه را از اشتباه دور می دارد. در تاریخ ادبیات فارس تاجیک اسدی طوسی همچون اساسگذاری قصاید مناظره شناخته شده است. مناظره های شاعر قصیده هایی اند که
در آنها دو کس یا دو چیز به واسطه اصول روح بخشایی، شب و روز، نیزه و کمان، آسمان و زمین برتری خود را با تفاخر ثابت کردنی می شوند. نخست یکی همه فضیلت های خیش را ابراز می دارد و سپس طرف مقابل به هر یکی آن دلیل قوی تر آورده برتری خود را اثبات می کنند و در ضمن نقصان و کمبودی های رقیب را فاش می نماید. تنها در آخر صلح پیدا شده شخص سوم خوبی هر دو طرف، لزومات طرف های بحث کننده و به هم مانند بودن آنها را نشان می دهد. از 5 مناظره بالایی طوری که ذکر نمودیم تنها تاریخ انشای مناظره نیزه و کمان معلوم است که اسدی آن را سال 1072 میلادی ایجاد کرده بوده است. محققان تخمین کردند که مناظره عرب و عجم در جوانی شاعر پیش از هجرتش به قفقاز نوشته شده است. مناظره های اسدی از روی استخوانبندی حکم تغزل و تشبیب را دارند. در آنها قسمت های عنعنوی قصیده به نظر نمی رسد. پس از بحث طرفین خلاصه بحث می آید و قصیده ها با ستایش ممدوح انجام می یابند. اسلوب بیان و آغاز و انجام آنها شهادت می دهند که ایجاد توسی به نظر نمی رسد. از این سبب با در نظر داشت معلومات موجوده اسدی را در ادبیات نو فارسی همچون سراینده نخستین مناظره دانستن رواست. هرچند در اوستا و ادبیات پهلوی پاره شعرهایی هستند که بحث دو طرف را فرا گرفتند، نمونه های نظررسی آنها مناظره بوز و درخت آشوری می باشد و قطعی برآوردن نمی توانیم که شاعر از آنها آگاه بود و در ایجاد مناظره های خیش و یادگاری های گذشتگان دور پیروی کرده است یا نه معلوم نیست. برای آنکه خوانندگان با طرز محاکمه‌رانی طرف های بحث کننده مناظره های حکیم اسدی شناس باشند، پارچه را از مناظره عرب و عجم می آوریم که مرد عجمی شاعر در تعریف هم نوایان خود به مرد عربی چنین پاسخ می آورد: عیب از چی کنی اهل گران مایه عجم را؟ چی بید شما خود گله غر شتربان؟ شه ز اهل عجم بود چو کیومر و هوشنگ، چون جمع که دد و شیر و پری بود به فرمان. چونان شاه فریدون و چو خسرو و کاووس، چون نرسی و بهرام و چو پرویز و چو ساسان. چون کیسر که آورده با او فخر محمد، چون هرمزی والا که ستاد باج زهاقان. گردان چون نریمان و چو سامی یلی گرشست، چون بیژن و گیو و هنری رستمی دستان. در دانش طیب چیره چو ابن زکریا، در حکم جدل چیره چو جاماس بی سخندان. شاعر چو گزین رودکی آن کش بود ابیات، بیش از 180,000 از در و دیوان. چون عنصری و اسجدی و شهره کسایی، وانان که زبلخ و حدی توس و ری و گرگان. خاطر رسان باید کرد که اسدی همچون شاعر پیش از همه به واسطه داستان گرشاسنامه شهرت یافته است. این داستان در پیروی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی سروده شده است، اما بعضی مؤلفان سرچشمه ها و مستشرقین از جمله دولتشاه سمرقندی و در پیروی او هنری اتیو ادوارد براون اسدی را استاد فردوسی خواندند. با این عقیده برغلط خط بطلان کشیده شد. هم شرقشناسان شوروی چایکین و برتلس، هم دانشمندان ایرانی بدیع‌الزمان فروزانفر، حبیب یغمایی، ذبیح الله صفا و دیگران به اثبات رسانیدند که صاحب گرشاسنامه وقتی به دنیا آمده است که فردوسی بیش از 70 سال داشت و اسدی داستان خود را در پیروی شاهنامه نوشته است. اثر دیگری که نام اسدی توسی را در تاریخ فرهنگ ما ابدی ثبت کرده است، فرهنگ تفسیری لغت
فورس می باشد. این کتاب از اولین لغتنامه های زبان فارسی به شمار می رود که تا به امروز آمده رسیده است. اسدی این اثر خود را بعد انجام داستان گرشاسب‌نامه تألیف نموده بوده است، زیرا شاعر در بعضی موردها برای اثبات شرح کلمه ها از آن مثال ها می آورد. او برای شرح و تفسیر کلمه ها از اشعار ابو عبدالله رودکی، دقیقی، شهید بلخی، ابو شکور بلخی، معروفی بلخی، منجق ترمیزی و ابوالقاسم فردوسی و انصوری، لبیبی خراسانی و دیگران مثال ها آورده است که پارچه و بیت های شعری بعضی آنها محض به طفیل این لغت سودمند تا به امروز محفوظ ماندند. غیر از این در فرهنگ از داستان های مثال آورده شده متن کاملشان آمده نرسیدند. در اینجا نمونه ها از مثنوی کلیله و دیمنه رودکی، مثال ها از داستان سیمبادنامه او، پارچه ها از داستان اخلاقی آفرین نامه ابو شکور بلخی، بیت های جداگانه داستان عشقی وامیق و عذرای انصوری و غیره جای داده شدند که آنها در دیگر مأخذهای ادبی پیدا نمودن امر محال است و یا عموماً پیدا نمی شوند. قابل قید است که بیشتری اشعار مثال آورده صاحب فرهنگ از ایجادیات استاد رودکی، انصوری، فردوسی، ابو شکور بلخی، فروخی، دقیقی حسایی می باشد و این احترام و محبت اسدی را نسبت به کلام پخته و ریخته این بزرگان سخن نمایش می دهد. در لغت فارس با یک قطار نام و تخلص های شاعران دوچار می شویم که در تاریخ ادبیات فارس تاجیک چندان معلوم نیستند و اسم بعضی آنها حتی در یگان سرچشمه ادبی و تاریخی به نظر نمی رسد. شاهسار، غواص، شهره آفاق، زرین کتاب، بارانی، مرواریدی، نجار بر این نام و تخلص های شاعرانی را می توان یادرس شد که پارچه شعرهایشان محض به شرافت حکیم اسدی تا به ما آمده رسیدند. اندیشه های بالایی نشان می دهند که لغت فارس همچون سرچشمه ادبی به اهمیت بزرگی علمی مالک است. همچنان این لغت سودمند برای روشن نمودن بعضی مسئله های بحث طلبی ادبی، متن شناسی، زبان شناسی و غیره کمک کرده می تواند. در دوام صداهای زیاد لغت فارسی اسدی توسی در مرتب ساختن لغت دیگری تفسیر چون سرچشمه با اعتماد و با اعتبار خدمت کرده است. رشیدالدین وطوات در اثر ادبیات شناسی خود حدایق السیر فی دقایق الشعر رباعی را به اسدی توسی نسبت می دهد. از زخم سر دو زلف عنبر بویت آزرده شود همه گلی خودرویت. زنگوش نمایی هر کس اندر کویت ترسم که نشان نماند اندر رویت. مالی حکیم اسدی بودن رباعی بالا از حقیقت دور نیست، زیرا رشیدی وطوات از یک طرف کمی بعدتر به عرصه ادبیات و ادبیات شناسی قدم مانده باشد، از طرف دیگر در قفقاز که مؤلف رباعی مدت میزیست و ایجاد میکرد عمر به سر برده است. از این رو بدون شک می توان گفت که رشیدی وطوات از آثار این سخنوری توسی آگاهی تمام داشته شعر او را می پسندیده است. میراث باقی مانده حکیم اسدی توسی گوناگون مضمون و گوناگون شکل بوده از سخنوری بر کمال بودن صاحب خود درک می دهد و ما هنگام تدقیق و تحقیق تاریخ پررنگ فرهنگ فارسی زبان در 4 مورد کلمه اولین را به اسم اسدی توسی علاوه می نماییم و یا به عباره دیگر نام او را در ردیف اولین ها یادآور می شویم. اولین مناظره ها را به زبان فارسی تاجیکی او ایجاد نموده است. اولین شده در پیروی و استقبال شاه اثر ابوالقاسم فردوسی شاهنامه اثر نوشته است. اولین فرهنگ تفسیری فارسی که تا به زمان ما آمده رسیده است به قلم او تعلق دارد. ناسخ قدیمترین
نسخه خطی فارسی که تا امروز محفوظ مانده است می باشد. این خدمت‌های ارزنده مقام و منزلت اسدی را در نزد علم و ادب و عموماً تمدن خلق ما معین می سازند و محض همین نوجویی و نوپردازی ها نام ادیب را زنده نگاه داشتند. اسدی طوسی در تاریخ ادبیات کلاسیک همان از سخنوران قوی طبع و باریک‌اندیش به شمار می رود و توانایی فکر و چیری زبانی او را داستان حماسی گرشاسنامه بهترین گواه است. زیرا پس از آن که ابوالقاسم فردوسی داستان سرایی را به درجه اعلای شاهنامه به کار برده مجال سخن را به پیروان خود هرچی تنگتر ساخته بود، اسدی به داستان سرایی پرداخت. نظم داستانی که از بسیار جهت‌ها به شاهنامه نزدیکی داشت. چندان کاری سهل نبود، اما مؤلف گرشاسنامه با طبع ورزیده خود از مقصدی در پیش گذاشته‌اش به خوبی برآمده توانسته است. داستان گرشاسنامه چه از جهت حجم، سبک نگاریش، استعمال و استفاده تصویرهای بدیعی و چه تازه بیانی و شیرین سخنی مهمترین اثر اسدی طوسی بوده، در بین آثار او مقام والایی را اشغال می نماید. داستان از 145 باب و کما بیش 9000 بیت عبارت بوده. شاعر آن را 458 هجری یعنی 1064 1065 میلادی در دوام 2 سال بر رشته نظم کشیده است. تاریخ ختم داستان را اسدی در باب خاتموی چنین یاد می کند: شد این داستانی بزرگ اسپری، به پیروزه و روزی نیکختری. ز هجرت به دوری سپهر که گشت، شده 400 سال و 58. گرشاسنامه در خصوص کارنمایی های پهلوان سیستانی گرشاس، دادرزاده او نریمان و پسر نریمان سام که از اجداد رستمی دستان بودند نقل می کند. سوژه داستان از ماجرای عشق دختر شاه زابل با جمشید آغاز می یابد. از جمشید سرکرده در اثر 7 پشت گرشاس یادآور می شود و با پادشاهی پدری او اسرت در زابلستان حادثه و واقعه های رزمی و بزمی زنده و در عملیات تصویر می یابند. در بیان پرسناژ هایی که خرد و کلان گرشاسنامه سیماهای اساسی مانند گرشاس، ضحاک، اسرت پدر گرشاس و بعدتر کاوه آهنگر، فریدون، نریمان در مرکز دقت ایجادکار بودند که خاراکتر آنها در مناسبت بین خودی و محیط اطراف گشوده می شود. وابسته به رفت واقعه و حادثه ها که در این داستان اپیکی بیان یافتند، ظاهر و باطن قهرمانان گرشاسنامه یکدیگر را پوره می کنند. در داستان پهلوان و جنگاوران ظاهراً کلان جوسه و کوه پیکر، شاهان مغرور و خودبین و ظاهراً با لباسهای فاخر آرا یافته و زنان ظاهراً و باطناً زیبا تصویر یافتند. سیماهای اساسی پرسناژهای اثر با خصوصیت و صفتهای خاص خود از همدیگر فرق می‌کنند و برای اریجینالی برآمدن داستان مدد رسانیدند. اسدی داستان خود را با تشویق 2 تن از وزیران ابوالدولف دیرانی نوشته است. او در سبب نوشتن داستان میگوید: به بیگماز یک روز نزدیک خیش، مرا هر دو مهتر نشاندند پیش. بس یادی نامی نکو رانده شد، بس دفتر داستان خوانده شد. ز هر گونه رای فکندند بون، پس آنگه کشادند بندی سخن. که فردوسی طوسی پاک مغز، بیداد است دادی سخنهای نغز. و شاهنامه گیتی بیاراست است، بدان نامه نامی نکو خواست است. تو هم شهری او را و هم پیشه ای، همان در سخن چابک اندیشه ای. بدان هم راز نامه باستان، به شعر آر خرم یکی داستان. به شاهنامه فردوسی نغزگوی، که از پیش گویندگان بود گوی. بس یادی رزمی یلان کرده بود، از این داستان یاد ناورده بود. من اکنون به طبعم بهار آورم، مرین شاخی نو را به بار آورم. قهرمانی اساسی داستان گرشاس
برابری پهلوانی، مغلوب ناپذیر و یلی نامدار بودن در اثر یک مردی با خرد، جهان دیده، دوراندیش و خیرخواه تصویر یافته است. وی با بدان بد و با نیکان نکو می باشد. گرشاسپ اسدی دائما در جستجوی حقیقت زندگی و خردی برکمال است. برابر این پند پیران خرد را راهنما و رهبلدی هر کار و سفر خود می داند. وی ضحاک ظالم بر این شاهان را چشمی دیدن ندارد. ضدیت بین ضحاک و گرشاسپ در اثر خیلی نازک تصویر یافته است و آن را تنها در حالت مطالعه با تعمق متن حس کرده می شود. از این رو گرشاسپ برابری به سر تخت شاهی نشستن فریدون عادل به خدمت او حاضر می شود و فرمان او را با خوشی به جای می آورد. جهان پهلوان نریمان و پسری نریمان سام را نیز در روح جوانمردی تربیت نموده به کمال می رساند. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی داستان های گرشاسپ نامه اسدی توسی در قرائت هنرپیشه شاهمراد ایوبوف از رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان جولان قابلزاده، محرر لطفالله عزیز، مشاور عابد سیدزاده. پایان گفتار یکم.